بچه‌ها گوش کنید. مرتضی دوست شما برای اینکه نمیتونست محصولات برنجشو بفروشه همش آورد برای ما. ولی حاج آقا مرتضی همیشه بر ما میاره. شما که خودتون شالیزا رو دارین. بچه‌ها اصلا مهم نیست که همیشه می آورده یا یه بار آورده. شالیزار دارن یا ندارن. یه نکته‌ای تو حرف حاج آقا هست، دقت کنید حاج آقا بفرمایید. بچه‌های عزیزم، من و آقا یوسف تصمیمی گرفتیم که میخوایم با شما در میون بذاریم. ما تصمیم گرفتیم تمام کیسه های برنجی رو که مرتضی می آورد و جمع کنیم و تو فروشش به آقا مرتضی کمک کنیم. اولم از خودمون دوتا شروع کردیم. اینم دوتا کیسه برنج واسه من و آقا یوسف بود. حاج آقا مگه نظری رو پس میگیرم؟ گل پسرم، مگه وقتی مرتضی کیسه ها رو داد به شما گفت نظریه؟ نه آقا مرتضی همچین حرفی نزد، ولی خب ما خودمون تو کیسه ریختیم به مردم نظری دادیم. پسرم خب شما اون دوتا کیسه تو نمیخواد بیاری، نیازی نیست. حالا نظری چی بود؟ این که برنجای پدرم با قیمت خوب به فروش بره. خب بچه‌ها اگر موافقین تو این کار خیر شرکت کنی، برین خونه هاتون کیسه ها رو بردارین. اگر هم کسی رو میشناسین که مرتضی بهشون کمک کرده، بهشون بگیم ما چه نیتی داریم. کیسه ها رو بردارین بیارین که تو این کار خیر همه سهیم باشین. برید به سلامت. حاج آقا خدا نگهدار. خدا علی، خدا نگهدار. منتظرتیم ما. زود برگرد. خدا سلامت.